عزیز، واکنشتون رو میخوام به حرف آقای ترامپ بپرسم. برداشت شما چه هست؟ آیا به نظرتون این واقعا شروع مذاکرات مستقیم هست؟ رئیس جمهوری آمریکا به صراحت داره میگه که این موضوع مذاکرات مستقیم آغاز شده و در روز شنبه در تقریبا بالاترین سطح ممکن در این مذاکرات در واقع پی گرفته خواهد شد. من استنباطم این بود که در واقع جمهوری اسلامی با مذاکرات مستقیم توافق کرده و قرار است این مذاکرات از روز شنبه عملاً آغاز بشه. این که تا الان آغاز شده من این استنباط نداشتم، یعنی در اون مذاکرات غیر مستقیمی که عمان میانجیش بوده ظاهرا به این نتیجه رسیدن و از شنبه قرار هست در سطح نسبتا بالایی که البته مشخص نشد در چه سطحی آیا وزیر امور خارجه است، معاون اوست، پایین‌تره، هنوز اینها خب مبهم هست. اما